به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ماکتابی ای محبت، به دست ماکتابی ای محبت. السلام علیکم بیننده های ذکی و ذوقمند، هواداران برنامه آفتاب محبت. باز هم رسیدیم به دیدار شما عزیزان. این بار موضوع برنامه ما فرهنگ لباسپوشی است. دستای محکم و مهنت شیعان، رشته ابریشمین را تافتن، پس برای دختران این دیار با کمالی مهر اطلس بافتن، پس برای دختران این دیار با کمالی مهر اطلس بافتن. البته هر یک نفر میخواهد که سهمی خیش را برای تاریخ، برای فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک، برای بهبودی آن گذاشته باشد. میخواستم که بابت فرهنگ لباسپوشی، بابت جای ندادن به بیگانه پرستی چند اندیشه خیش را بیان میکردید. مرحمت. تربیه اساساً از اویله آغاز می‌یابد. پیشوای معظم ملت سروری دولتمون محترم امام علی رحمان بارها در پیام و برآمدهایشان قید میکنند که سر اول تربیه باید که در اویله آغاز یابد و خودی والدین باید معلوماتی پوره عالی داشته باشند تا اینکه در آینده فرزندان خیش را در راهی درست تربیه نموده و حیات مستقلانه، در انتخاب درست حیات مستقلانه راهنما سازند. حالا در بین جوانان ما با پیروی نمودن به بیگانه پرستی رو خیلی مشاهده میکنیم، گرچنده که بارها اویده همین مثلا ما صحبت گذرانده باشیم هم حالا هم کمبودی ها دیده میشوند. اویده لباس پوشی گوییم. در زمان های پیش هم مثلا زنها با عفت و با آداب و همین خیلی بودن، در اویله قدبانو های خوب بودن، پوشیدن لباس های با ادبانه. البته با همه زنها این زیبنده است. مثلا این چنین لباس های ملی خودمان حالا همین خیلی پیش رفتند که مثلا همین لباس ملی خود را در همه جا در نمودهای خیلی گوناگون پیشنهاد کردند. در خانه هم همین ادرس بافیان رشد کرده ایستاده است، رشد کرده ایستاده است، چنان دوخته پشت ایستادند که در روزگارداری و قلای باشد. در من طراحان ملی خودمان نیز علاقه روی به چنین کارهای خیلی خوب مانده ایستاده، نمودهای گوناگون لباسهای خیلی زیبا و شنم را آماده کرده ایستادند که و اکثریت دخترکان زیبنده آن را معقول داشته ایستاده، آن را من به بر کرده ایستادند. این خیلی خرسندی آور است. امروز چکن را جهان میشناسد. ما باید که افتخار کنیم از چکن، از اطلس خیش. وقتی که از سازمان ملل متحد، از یونسکو چکن و اطلس و ادرس تاجیک را نمایش دادند،
تمامی مردم دولتی کشورهای مترقی از آن برداشت کردند، هوس کردند به طراحان ملت تاجیک. امروز بعضی جوانان یافت میشوند که به لباسهای غیر، یعنی که دولت‌های بیگانه میل دارند، اون لباسهایی که به ملت ما خاص نیست. میخواستم شما همچون استاد دانشگاه، همچون طراح، همچون دیزاینر همین لباس ها اندیشه خیش رو میگفتید. ما از سرچشمه های تاریخی میدونیم که خلق تاجیک البته فرهنگ و مدنیتی خیلی بوی دارد و در آفریدن نقش و نگارهای زیبا و خوش آب و رنگ ملتمون خیلی سهم‌های زیاد گذاشته ایستاده است. ملتی ما در آفریدن نقش و نگار خیلی که فرهنگ خیلی بوی غنی دارد و از نوع احیا نمودن چنین نقش‌های زیبا وابسته به طبیعت زیبای دیارمان کوشش به خرج نموده ایستاده. خیلی لباس‌های گوناگون را آفریده ایستادند. خیلی که می‌دانیم دیزاینی مشهوری ما خورشید ستارов به نهایت در درجه عالی لباس‌های ملی ما را مهنتی پرمشقت و زیبایی که زنهای ما در گلدوزی آن را تجسم می‌سازند به یونسکو معرفی نموده، آن را در تمام جهان شناس نمودند. تشکر میگویم. البته معلمه ارجمند از عرف و عادت‌های تاجیکانه امروز جهان ذوق میبرد. بیا یک ترانه مرغوب تاجیکانه از حافظ شناخته جمهوری تاجیکستان محیدین جان غازی شنویم، بعد صحبتمان را ادامه دهیم. مرحبا. هر شتابم تاجیکانه، صبر و تمکین استرابم تاجیکانه، بهره‌ور از قله فضل قدیم، چشمه کار ثوابم تاجیکانه، تا فلک کردانه می‌یابد کمال، بر زمینم آفتابم تاجیکانه، دستیاری عادتی مردمی من، از دعاها بهره یابم تاجیکانه، تاجیکانه 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 با معنی نابم تاجیکانه، هر گیاهی خاک پاکم را نویش، به علی اندر کتابم تاجیکانه، تاجیکانه 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 از هر قدیر
جنبشی طور ربابم تاجیکانه دختران در برچکن رقصند رقص هر کرشمه هر عطابم تاجیکانه 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 به برنامه ما استاد دانشگاه دولتی خوجند مرحبا قاسم و نیز در رسیدن مرحمت. البته موضوع برنامه ما فرهنگ لباس پوشی است. امروز متاسفانه جوانان ما به فرهنگ بیگانه میل دارند که این زیبنده بانوی ملت تاجیک نیست. میخواستم همچون آموزگار فکر شما را در این جاده فهمیده باشم. ما چی کار باید کنیم زنان، بانوان، مادران که فرهنگی اساطیری ملت تاجیک پابرجا باشد؟ خیلی موضوع به مورد است. انا وقتای آخر میبینیم که جوانان بیشتر با لباس های اروپایی تقلید میکنند و ما باید به این راه ندهیم. این هم باشد از سبب ندانستن یا نفهمیدن باشد و ما باید در همون خانواده کاربری کنیم، مادران فهماندهی کنند که این لباس بهترین شاهانه تاجیکان این اطلس و ادرس است. لباس های ملی خودمون تاجیکی را داریم، باید ببر کنند و بیبی های ما که چقدر برای ما فهمانده بودن این اطلس زیب ایدانه است. بغیر از ایدانه بودن هر روز اگر ببر کنید چقدر منو بینید از حالت حاضر ما چقدر آدم با دیدن همین پوشیدن اطلس خوشش می آید و تبش بالیده می شود. و همین گونه ذوق انسان می آید. به پدر و مادران نیز معقول است، به باباها معقول است، به همگان معقول است و ما باید جوانان امروزه به دانشجویان، به خواننده ها، به مکتب خانها در خانواده فهمونیم که باید لباس ملی خودمون رو ببر کنید و وقتی که به دختر رو به جای میدهن عروس میشوند سرکهیتی و از اما اطلس و ادرس آغاز میشود. چی خوش میآید که این همین گونه رنگارنگ های زیبا را گرفته پوشند اگر باز طبع انسان بولیده میگردد. برای این ما به جوانان تلقین باید کرد که دولت دیگر با ما تعصب نمی کنند. هر یک دولت و ملت خود وابسته به خودشان لباس های خودشان را دارند و ما نیز همین گونه تاجیکان، ملت تاجیک ما از قدیم الایام همین لباس هایی که تاجیکان به بر میکردن مادرامون، بیبی هامون، همین چیزها رو ما باید فهماندهی کنیم و ذوق آنها رو بیدار کنیم که هر یک این نشانه های اطلس از نقش و نگارها حکمت های خودش را دارد. برای همین هم از این حکمت ها با خبر کنیم. در هر یک اطلس نقش و نگارهایی که آورده می شود اول ما خودمون باید آموزیم و بعد به فرزندا، به دخترها همین کارا تلقین کنیم که وجود ویها به همین گرم شود دلشون که اطلس خودمون زیبنده بود است که با همون ریمال های زیبنده اش بعضن می شود با همین اطلس ها با پایجامه اش زیبنده است. اینها رو باید ما برای ببر کردن فهماندهی کنیم و خودمون ببر کنیم و فهمونیم که من این گونه تاجیکانا برای دخترکان میزیبد و وابسته به سن و سال حتی اطلس ها برآمده ایستاده است. نقش مایده ترینش برای جوانان
سیاه زنگور میگن برای کلانسالان و وابسته به سن و سال همین گونه اطلس ها برآمده ایستاده است. انتخاب آزاد و فراهم، انتخاب به نهایت هم آزاد و وقتای آخر نقش ها خیلی هم بسیار شده ایستاده است که هوست می آید و این هم برای چی میگویم اطلس پوشی را طبع آدم را چاق میکند. انا هم در کجای نباشیم ملت خودمان را نشان میدهد، فرهنگمان را نشان میدهد. بله امروز سیاحان زیاد از تمام دولت‌های خارجی کشور می آیند و تاجیکستان ما برابر دیدن این مکان بیشت آسا از تاریخ و تمدن ما بهره‌ور می شوند، به خصوص از کورته چکن، اطلس و ادرس ما کورته های گلدوزی شده بهره‌مند می شوند و با خود سوغاتی می برند به دولت خویش که این افتخاری ملتی ما است. بسیار هم خوب گفتید، به خاطرم آمد از بس که در دانشگاه ما بسیار اختصاص عمل میکنند، خطای فرانسوی آموزگاران از همون دیگر دولت آمده به ما همکاری میکنند. از فرانسه استادان میآیند، از خطای میآیند و من از لباس های ملی امان هدیه میکنم. اون زنهایی که معلمه هستند از دانشگاه دولتی همون چین آمدند و بر میکردند بیملال هر روز اونها معقول میکردند که این چه خیلی لباستون بزیب است. در این ایام ها من هدیه میکردم اطلس رو پوشیده بر آمده رقص میکردند، حتی همین توقیش رو هم پوشیده و بر میکردند میرقصیدند همراه ما و دانشجو در آمده درس میدادند. و از دولت فرانسه که یک دخترک آمد به نهایت لباس ما رو معقول کرد و از همون روز عید نوروز هدیه کردیم، هر روز لباس رو بر میکرد، حتی رقص های تاجیکانه رو از خود کرده همراه ما میرقصید. این افتخار است. این افتخار است. در وقتی رفتنشان ما نیز از همین انهای ملی یا سمکه های دستدوزی یا زردوزی یا انمون زدنی یورمه با این گونه ملی ما هدیه میکردیم، سوغاتی گیرو میرفتن، بسیار خرسند میشدن، برای وقت قیمتترین چیز بود. بله، باید که جوانان ما به خصوص جوان دختران که پاسدارنده تاریخ هستند، فرهنگ ملی ما هستند، به خدمت‌های ارزنده مادران خیش، بی‌بی‌های خیش، باباکلان‌های خیش ارج گذارند که آنها همین نعمت‌های بزرگی دنیا را برای ما ارزانی داشتند. یعنی که اطلس و ادرس و چکن که از قدیم الایام پوشیدنش و ببر کردنش در تاجیکستان ما رایج بود. مادران ما کرته های شاهی رنگارنگ می پوشیدند، بسیار زیبنده بود و یک کرته عادی گلدوزی آنها که ببر می کردند. امروز اگر ما تاریخ را ورق‌گردان شویم می بینیم که یک حلاوت خاصه دارد. یاد کردنش، دیدنش. جوانان ما نو عادت کرده ایستاده، نه تنها از اطلس و ادرس، باز نقشه هایی که هست، نقش و نگارها در کریپستین میگفتیم در وقتش کریپشین انا نقشه های همین تاجیکانه ما مثل اطلس آورده شده ایستاده است، بی حتی خوشروی زیبا و آنها میل خاطر خودشان، خواهش خودشان زیبنده کرده دوزانده ایستادن و پوشیده هم ایستادن. برای این ما باز هم کاربری کردن ما در کار که اونها به همه همدیگر فهمانده داده این لباس را ببر کنند و شایسته انمی زیبنده اطلس باشند. وقتی که در خانواده نیز ببر میکنند و عروسان سحر خسته فرتکشون بسته با امی اطلس ها رو بچین میکنند، الکی حولیداری زندگی زیبنده می نماید، یک حوث زندگی می آید. از دوره های کمتر پیشینه خاطرتون میاد. الکی همین من راه فکر کردم که امروز به ما خیلی خوش میاد که الکی به دوره های پیشینه برگردیم. نه حتی امروز لباس پوشی امروز هر گونه شده است. ما باید که مادران صد راه آنها باشیم، صد راه آنها رو گرفته، که به بیگانه پرستی جوانان راه داده باشند. همین دوزنده ها رو فهماندهی کنیم که باید تاجیکانه دوزند و به دخترکان پیشنهاد کنند و این گونه به همون سر و لباس های اروپایی نیز عنصرهای ملی جای داده شود. جای داده شود. بله.
حتی با گالستوک های استادان نیز یک وقتا دیدم که یک نشانه ملی بود. بله. همین گونه گلدوزی بود، اطلس بود. اینها رو ما باید با همون در مکتب های میانه باز جاری کنیم. بله بله. گلدوزی بود در دوره های ما، از اطلس ساختنی هر چیز بود، قراق بود، این چیزها کم در از بین رفته است. می‌کردن مادران ما. برای این کاربری باید کنیم. تشکر معلم ارجمند. البته هر یک دخترک مادر می شود و رسالت مادری خیش را اجرا می کند، باید که برابر عائله خود را بانی کردن، فرهنگ خودش را هم بانی کرده تواند و پیش برده تواند. مادران ما این خیلی می گفتن دخترم اگر وقتی که تو رو به شوهر میدی هم باید تو تیار باشید، به کدوم معنا دوزنده باشه، انا گزمال کرده توانیم، پخته توانیم، شسته توانیم، همه این رو توانیم. بعد خاطر مادر ما جمع میشد، بعد با خانه دیگر گسیل میکردن. دوره های گذشته با صندوق، با جهاز عروس، حتی همون دستروی مالچه ها رو نیز از اطلس میکردن، از گلدوزی از چکن میکردن، تکسری ها رو از چکن میکردن، از اطلس میکردن، حتی پرده ها رو نیز یک طرفش رو اطلسی میکردن، با تکسری های اطلسی میکردن که چقدر زیبا بود. بسیار زیبانده. برای دختری تاجیک که به خانه داماد می رود، اگر یک کمبودی داشته باشد ایراد می گرفتند زنهای کلانسال، یعنی پیران ایراد می گرفتند. باید همین چیزها را توانند بود. مادرم ما همین تگی چینک پوشک، بولی چینک پوشک که از اطلس بود. از اطلس بود، از همون باقی مانده کرته موی میدوختند، از باقی ماندهش سرشته میکردند و انمون رو دوختنش رو بر ما نیز یاد میدادند. اون چیزی که تماما در کار بود، همون چیزی که گفتم قراق میدوختیم، در تگی پای میانداختیم. این چیزها در کیهی هر یک نفر دخترها بود. امروز فقط خریده است. امروز فقط خریده است. برای من هم با دخترها اگر مادرها می توانستند یاد میدادند، این هم برای پیش بردن زندگی و هم زیبا کردن زندگی، ساختن زندگی رو خود زن می سازد. البته کدوم راه کدید، کدوم نمود زندگی خواهند، خودشان زیباترین زندگی رو زن می سازد. برای من هم زن رو ما با دختر رو همین گونه توانا کردن ما در کار که هم دوزنده باشد هم پزنده. تشکر میگم معلم عزیز. با دستی ما کتابی ای محبت. میگویند که در عرفیت 7 رنگ طبیعت ملت تاجیک را از همون سر لباس های بانوان ملت تاجیک گرفتند. یعنی که هم الهام گرفته از طبیعت ما کرته های زیبای خود را رنگ دادیم، هم طبیعت از ما الهام گرفته به خود رنگ جا کرده است. خیلی زیبا است. شما آموزگار جوان هستید، البته برابر تعلیم دادن، تدریس دادن به جوانان آیندگان ملت، شما همین طرزی دوخت، نمود، انتخاب رنگ ها و جاری کردن به سر و لباس های تا حتی رسمی و درآوردن عنصرهای ملی را به جوانان ما توصیه میدید. میخواستم که در همین بابت اندیشه شما را شنیده باشیم. مرحمت. لباس ملی افادهگری هر یک خلق و ملت می باشد. هر یک لباس این اصالت همان خلق را نشان میدهد. چخیلی که هر یک دولت، چخیلی که ما میدونیم سرودی ملیش را دارد، هر یک خلقیت باید لباس ملی خود را داشته باشد که دولت های دیگر از آن این فلان دولت است، این فلان کشور است گفته شناسند. دولت ما را، جمهوری تاجیکستان ما را از لباس ملی خودمان که از 7 رنگ ها عبارت است یا از آن زیاده عبارت می باشد، مثلا چکن، اطلس و ادرس می شناسند. لباس ملی چخیلی که ما میدانیم زیبنده هم زنهای دختران می باشند. ما باید جوانان به این از بین رفتن این عنصر ملی یا عرف و عادت های خود دست نزنیم. باید کوشش کنیم که لباس ملی ما چخیلی که جناب عالی محترم امام علی رحمان در هر برآمدهایشان یا پیامهای خود بارها تاکید میکنند که باید ما برای از بین نرفتن
لباس ملی عنعنه‌های خود کوشش نماییم. ما از بین رفتن آن راه ندهیم. ما باید جوانان را در آن باره تاکید نماییم که لباس ملی خود را به بر نمایند و در همه دولت‌ها معرفی‌گری لباس ملی عرف و عادت‌های خویش باشند. خیلی که ما در دانشگاه به دانشجویان از فن‌های دوزندگی درس می‌گذاریم، با آنها بارها تاکید می‌نماییم که باید ما لباس ملی خود را هیچگاه برای از بین رفتنش راه ندهیم. با آنها تاکید می‌کنیم که ما باید لباس اروپایی باشد هم به بر کردن خواهیم. ما باید برای از بین رفتن عنصرهای ملی خود یک عنصر ملی تاجیکانه را در آن ظاهر نماییم، مثلا در گریبانش یا بری دامنش. خیلی که ما لباس توصیفی هست در دانشگاه، میتوانیم در یک گریبانی آن نقش کشیده دوزی یا نقش نگاری ملی که از دوره بابایان ما و مادرکلان ما میراث مانده است آن را و کشیده دوزی کنیم. خیلی که معلم هنرمندی از همه بهتری می باشند در ساحه کشیده دوزی. در درس‌های خود آن کس بیشتر همین نقش و نگار را افاده کرده، بیشتر با دانشجویان همین لباس ملی را با استفاده از کشیده دوزی ها تای آماده می نمایند. خیلی آن زیبنده می باشد. ما در بسیار نمایش ها هم این هنرهایی که ما آمیخته نمودن لباس ملی با اروپایی را آماده می نماییم، پیشکش می نماییم. خیلی که ما سال گذشته در یارمارک فروش محصولات های کشاورزی و هنرمندی در جمهوری قزاقستان شهر استانه اشتراک نموده بودیم. ما لباس های ملی و محصول کار دانشجویان را در آنجا به نمایش گذاشته بودیم. در آنجا همه به هوس به لباس ملی ما به هوس نگاه میکردند و میگفتند که همین چند پول ارزش دارد که ما این را برای همسرمان یا مادرمان خریداری میکنیم. گویم در همانجا برای نظاره یک و پاسبان ایستاده بود، به نزد ما آمده همون لباس ملی که ما به نمایش فروشی همون یارمارک گذاشته بودیم با هوس همون رو به همسرش زنگ زده، اندازه‌اش را پرسیده، لباس را خریداری نمود. آفرین. من میخواهم که لباس ما غیر رو به بر نکنیم. خیلی که ما میبینیم لباس ملی تاجیکانه ما یا چکنی ما رو دیگر دولت ها، خیلی که ما به دیگر دولت ها میرمیم یا از آنلی نیلگو میبینیم هیچ کس به بر نمی نماید. ما نیست همین رو تلقین کنیم که لباس غیر ما جوانان به بر ننماییم. لباس ملی که ما به بر میکنیم همه آن کمبودی تنی انسان را پرپورگی میپوشاند، آن را به چشم نشان نمیدهد. ما باید همیشه لباس ملی خود را، عنعنه‌های خود را نگاه داریم. خیلی که با دستگیری و تلاش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی لباس ما دلیل این گفته است که لباس چکنی ما خیلی که قید کرده سال 2018 به فهرست غیر مادی یونسکو داخل کرده شد. به این داخل می شود هم چکن هم اطلس و ادرسی ما که ما باید از این افتخار نماییم و باید لباس ملی رو همیشه در همه جا تلقین کرده باشیم. با دستی ما کتابی ای محبت. از روزی که دولت ما مستقل گشت، هر ساله همه ساله گفتن ممکن است فستیوال ادرس و اطلس برگزار می‌گردد. چکن و تمام نمودهای اطلس و ادرس در آنجا برآورده به نشان داده شده ایستاده است و ما از این خیلی خرسند هستیم، شاد هستیم که این روزها برسیدیم و من در آینده میخواهم بیشتر دانشجویان رو، خواننده ها رو، دخترک ها، کلین ها رو، زن ها رو با پوشیدن همین لباس های ملی تلقین میکنیم، دعوت میکنیم که همین ببر کنند. شرم و حیای تاجیکانه شرقیانه داریم. برای همین هم این خاص است برای همین ملت تاجیک که ما باید از روی آداب سخن کردن، از روی آداب احترام کردن و پوشیدن لباس های ملی ببر کردن. این یک نشانه بهترین ملت تاجیک بودنمان را و زنی با افت تاجیک بودنمان را نشان دهیم و مادران باید به فرزندان خود پوشیدن لباس ها به بیشتر اعتبار دهند و ما نیز کاربری کنیم که من بعد همین عرف و عادت ها، عنعنه ها، فرهنگ ملی از بین نرود و ما تا توانیم از نقش و نگارهای همین ملی خود ما استفاده بریم. و من خیلی شکرگزار میکنم که با این گونه روزهای بهترین رسیدیم که
ما چقدر خواهیم از کجا خواهیم از دولت سیرپوری ما استفاده میبریم. شکر از اون میکنیم که دخترکان ما با مهنت های دستی با کشت دویزی ها مشغول شده ایستاده. صفی هنرمندان خیلی زیاد شده ایستادن. این البته افتخار ما هست و در این اجرای این هنر ما پرطاقتی پرصبری زن را دیده میتونیم، حس کرده میتونیم که در آفریدن چنین نقش و نگارهای زیبا حصه گذار هستند و برای نشان دادن زیبایی لباس ما و معرفی آن به تمام جهان حصه گذار هستند. تشکر. البته امروز اگر ما نظر کنیم برابری همون پوشیدن اطلس های زیبا چقدر زنان و دختران ما هنرمند شدند، ظفرمند شدند، از هنری خیش، از کسب پیشه کرده خیش صاحب گرانت ها شدند که هر یکی آنها زندگی شایسته را امروز دارند و ما نیز مطمئنیم که در آینده جوان دختران نورسانی که در تاجیکستان بیشت آسا زندگی می کنند عرف و عادت و از فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک برخوردار می شوند، هرچی بیشتر آن را به کار می برند. وقتی که ما مادرمان را دوست می داریم، عائله من را دوست می داریم، سنت های آن را پابرجا رایش نگه می داریم. وقتی که شخص مادرش را دوست می دارد کرته به بر کرده مادرش را از تن خویش نمی کشد. تمنا هم می کنیم که بیننده های ذکی و ذوقمند ما از صحبت شما یک جهان معنی برداشتند. ما در این موضوع در برنامه های بعدی باز برمیگردیم. برای شما جهانی سپاس میگویم که وقتی پرقیمتی خویش را دریغ نداشته با صحبت جالب خویش برنامه ما را رنگین کردید. در فرجام میخواستم که همچون یک دستگولی پر از مهر و محبت باز یک ترانه جذاب از هنرمندی دوست داشته ملت تاجیک محیدین جان واظیف شنیده باشید. تنهازی کجا میرسی ای سرو قباپوش، دردا که تو می آیی و من میروم از هوش. تنهازی کجا میرسی ای سرو قباپوش، دردا که تو می آیی و من میروم از هوش. من لذت دیدار چه دانم که هنوزت از دور ندیده فکرم آشفته و مدهوش. من لذت دیدار چه دانم که هنوزت از دور ندیده فکرم آشفته و مدهوش. از خاطر تنگم عشقای که چون جان کشمت تنگ در آغوش. هرچند برون نیستی از خاطر تنگم عشقای که چون جان کشمت تنگ در آغوش. در دوش تو یک نقطه زیبختی سیهی ما گفتن که توانت مگر آن خالی بنادوش. در دوش تو یک نقطه زیبختی سیهی ما گفتن که توانت مگر آن خالی بنادوش. که خدا در دو جهان پاس تو دارد، زنهار تو در پاس دلی خسته دلان کش. خواهی که خدا در دو جهان پاس تو دارد، زنهار تو در پاس دلی خسته دلان کش. جامی سی خرابات خر از باده عشق است، خواهی سی سبو در کشو خواهی سی قدح نوش. جامی سی خرابات خر از باده
باده عشق است، خواهی ز سبو در کش و خواهی ز قدح نوش. تنها ز کجا می رسی ای سرو قبا پوش، دردا که تو می آیی و من می روم از هوش. تنها ز کجا می رسی ای سرو قبا پوش، دردا که تو می آیی و من می روم از هوش. من لذت دیدار چه دانم که هنوزت از دور ندیده فتم شفته و مدهوش. من لذت دیدار چه دانم که هنوزت از دور ندیده فتم شفته و مدهوش. جامی ز خرابات خر از باده عشق است، خواهی ز سبو در کش و خواهی ز قدح نوش. عزیزان ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تمنا میکنیم که زندگیتان اطلسی و گلجوش و گلپوش باشد. تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما